当地时间18号，伊朗外交部发言人巴加埃在新闻发布会上强烈谴责了以总理近期有关所谓“大以色列”的言论。巴加埃强调，所谓“大以色列”愿景体现了以色列政权奉行霸权主义的本质。他还说，美国对中东地区的干预政策目的在于保护以色列的利益。 حرفی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح کرد مبنی بر اینکه خودم رو مأمور تحقق ایده اسرائیل بزرگ میدونم و ما میدونیم که اسرائیل بزرگ به زعم اونها شامل بخش قابل توجهی از سرزمین‌های عربی و اسلامی میشه. این نشون میده که رژیم صهیونیستی در توسعه طلبی خودش هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه. بنابراین فکر میکنم همه کشورهای منطقه بیش از پیش هوشیار شدن نسبت به تداوم توسعه طلبی رژیم و اگر مهار نکنند این توسعه طلبی رو حتما منطقه ما با جنگ‌های بی‌پایان مواجه خواهد شد. 针对伊朗与国际原子能机构的关系，巴加埃表示，该机构副总干事此前访问伊朗，旨在讨论伊朗核设施遭袭后双方进行互动的新方式。未来几天，双方将继续就此议题进行磋商。 针对欧洲英法德三国利用快速恢复制裁机制向伊朗施压，巴加埃表示，欧洲三国未能履行其在伊核协议中的义务，也未能对美国袭击伊朗核设施做出任何谴责，同时呢，也没有试图解释其立场，因此欧洲三国无权启动快速恢复制裁机制。 巴加埃指出，伊朗从未停止与欧洲三国的谈判进程，但目前各方仍然没有确定下一轮谈判的时间。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。